شیدایی های خلیل، اپیزود دوم. به وقت بوسه. شیدا رفت، در را بست و خلیل ماند. لحظه ای ایستاد، نه برای اینکه امیدی رفته باشد، نه حتی برای اینکه ناامید شده باشد، بلکه برای اینکه دلش همانجا پشت همان دری که به رویش بسته شده بود گولی از خلیل گرفت. خلیل به دلش گول مردانه ای داد. او دختری را که حتی اسمش را هنوز کامل نمیدانست به دلش گول داد. اما پشت آن در بسته شیدا هم خشکش زده بود. انگار ایستاده بود تا بفهمد چه اتفاقی افتاده. خدایا، این مرد از کجا پیدا شد؟ نه، این فقط یه مرگ غریبه نبود. او بوی امنیت میداد، آرامش، بوی تکیه‌گاه. و این برای شیدایی که در ناز و نعمت در یک خانواده مرفه بزرگ شده بود عجیب و نگران کننده بود. با خودش گفت دختر دیوونه شدی؟ اون همسن باباته، ولی دل که منطق نمیفهمد. دل راه خودش را میرود گاهی حتی به بیراهه. آن شب نه خلیل خوابید نه شیدا. صبح شد. خلیل طبق عادت زودتر از همه مغازه‌اش را باز کرد، ولی امروز حتی صدای تق تق شیشه ها هم عصبانیش می کرد. شاگردانش از تندخویی‌هایش شاکی بودند، خودش هم از خودش. و آن سو شیدا به بهانه خرید چند مداد مسیرش را از کنار مغازه خلیل انداخت. نه که عمدن آمده باشد، نه، ولی ناخودآگاه پاهایش آن مسیر را بلش شده بودند. بی تفاوت رد شد. انگار نه انگار شب گذشته چه حرفهایی از دلش شنیده بود. اما خلیل همان نگاه مردانه اش را دنبالش کشاند. آهسته از دور دنبالش افتاد بدون اینکه شیدا بفهمد. شیدا جلوی در خانه ایستاد، دستش را برد داخل جیبش، ریموت را زد، اما در باز نشد. با عصبانیت گفت لعنت بهتون، باز برگ رفته. با پا به در کوبید و آن لحظه خلیل لبخند زد. انگار برای اولین بار در عمرش از قطعی برگ خوشحال شده بود. آرام جلو رفت و گفت سلام دختر خانوم. شیدا با تعجب و ناراحتی گفت باز تویی؟ چه میخوای از جون من؟ برو لطفاً. خلیل آهی کشید. خیلی سعی میکنم برم، به خدا، ولی نمیشه. انگار یه چیزی منو دنبال تو میکشونه. شیدا زمزمه کرد بابام ببینه شر میشه. خلیل لبخند زد. میخوای برم با بابات حرف بزنم؟ منو از بابات میترسونی؟ شیدا پوزخند زد. راجب چی با بابام حرف بزنی؟ خلیل با همان لحن مخصوص خودش گفت راجب این که منو غلامش کنه و پرنسسش رو بده به من. شیدا سرخ شد، هم از خجالت هم از خشم، ولی قلبش میکوبید. چیزی در دلش فریاد میزد، اما لبهایش میگفتند بابای من منو به تو نمیده. اصلا چرا باید بده؟ خلیل اگه نده میدزدمت. نه بابا، دیگه چی؟ برو تا نزدمت. ولی خلیل انگار چیزی در لحن شیدا شنیده بود، چیزی که شاید حتی خودش نفهمیده بود. نرمتر گفت خب تا 2 ساعت دیگه برق نمیاد، میخوای پشت در بمونی؟ بذار برم از دیوار تو در رو از داخل باز کنم. شیدا اخم کرد. لازم نکرده، الان برق میاد. نمیاد. خب نیاد، به تو چه؟ و خلیل آستینها را بالا زد. بدون توجه به اعتراض شیدا از دیوار بالا رفت. شیدا فریاد زد کجا میری؟ بیا پایین. اما خلیل به دیوار چسبیده بود، مثل پسر بچه‌ای که دیوونه شده. پرید داخل، در رو باز کرد و ایستاد. انگار خلیل همون مرد جسور افسانه‌ای بود، همون که دیگه از چیزی نمیترسه. شیدا عبوس گفت این کارت اصلا درست نبود. و ناگهان بدون آنکه کسی بفهمد خلیل خم شد. لحظه‌ای کوتاه اما عمیق صورتش را چسباند به صورت شیدا را بوسید. همه چیز متوقف شد. زمان برای چند لحظه ایستاد. ناگهان زبری ریش خلیل در صورت ناز شیدا او را به خودش آورد. هراسان عقب کشید. چشمانش باز شده بود و سیلی محکمی خواباند توی صورت خلیل و او را از آسمان 7 به زمین آورد. خلیل لحظه ای عقب رفت. به خودش آمد. انگار نفهمیده بود که چه کرده. شیدا با خشم رفت و در رو محکم کوبید و خلیل ماند، مات، مبهوت، شاید پشیمان از کاری که کرده بود. انگار او را برگ گرفته باشد. و آن شب باز هم شیدا نخوابید. باز هم خلیل توی ذهنش قدم میزد، با آن قد بلند، آن نگاه پرغرور و آن همه جسارت.
شیدا هنوز نمیخواست به این مرد رو بده، ولی انگار خودش هم نمیفهمید که دلش درگیر شده. پایان اپیزود دوم.